مذاکره زیر تهدید را نمیپذیریم. این تازه ترین موضع قالیباف در برابر اظهارات جدید ترامپ است که گفته اگر ایران توافق نکند به سرنوشت بد گرفتار میشویم. کاخ سفید از پیشرفت مذاکرات خبر میدهد، اما عراقچی از فشارها، حمله به کشتی توسکا و تردید از حضور ایران در مذاکرات اسلام آباد خبر میدهد. مذاکره در میان تنش و بی‌اعتمادی. سلام. برای بحثی بیشتر روی این موارد با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای مفید، چرا قالیباف میگوید که ایران زیر فشار امریکا وارد مذاکره نمی شود و این روند را رد میکند؟ اجازه بدین کدبانی شمس، من درودای پرمیر سیمانی ده خدمت شما همکاران و بینندگان گران ارجتان عرض کنم. در پی از او خدمت شما عرض میشه که طبق آخرین اطلاعی که از جانب اکسیوس به نشر رسیده و من در سایت زو مطالعه کردم، قرار است آقای جی دیوانس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با آقای کوشنر و ویتکاف، دو نماینده آقای ترامپ در شرق میانه، امروز سه‌شنبه عازم پاکستان شوند. همچنان علی‌الرغم از اینکه آقای مجید موسوی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، اعلان کرده بود که ایالات متحده آمریکا به خاطر تخطی که در توافقنامه صورت گرفته و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد، کشتی توسکا را که از چین باربرداری کرده و به مالیزیا رفته و پس در راه رسیدن به بدوده و اسلام مصادره کرده، این یک عمل خلاف داشت و گفت که ما انتقام میگیریم. اما آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، ابراز کرد که ما هم حال ما اوضاع را ترصد میکنیم، فعلا ضرورت از این نیست، ما تا مذاکرات هم بگیریم. اما امروز دوباره نشرات جدیدی که اعلان کردن، آقای وزیر خارجه و رئیس پارلمان آقای قالیباف با آقای عراقچی، هر دوی از اینها دستور گرفتن از رهبر به اصطلاح ایران آقای خامنه ای که فرزند آقای خامنه ای هستند. اونا دستور دادن که میتونن در مذاکرات سهم بگیرن. به اساس گزارشی که اکسیوس نشر کرده، قرار است تا هیئت 2 نفر به پاکستان امروز مسافرت کنند. البته در این مسئله پافشاری بسیار جدی ترکیه و مصر که ملاقات های بسیار دور دراز با رهبران ایران داشتن و خواهش کردند که باید در مذاکرات سهم بگیرن، از اون لحاظ ایران هم هیئت خود قرار است تا امروز بفرسته و مذاکرات دوباره صورت بگیره. البته تخطی ایالات متحده آمریکا که یک کار غیر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، و او آقای دونالد هفلین، نماینده ایالات متحده آمریکا در نیویورک یا در ملل متحد، قبلا نیست در مصاحبه‌ای که داشت گفته که وضعیت سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و ایران چیزی است که آدم نمیتونه که پیش بینی کنه که آیا واقعا جنگ صورت میگیره یا مذاکرات. اما به هر حال ایالات متحده آمریکا از لحاظ جنگی هم دوباره آمادگی کافی داره و حتی با فرستادن طیاره‌های نو CFD نظامی با پاکستان و انتقال یک مقدار مواد و پرسنل در پاکستان، به این غرض است که اگر ایالات متحده آمریکا واقعا جنگ شروع کنه، امکانات از 4 سمت، یعنی از طریق پاکستان، از طریق بحر عمان، از طریق خلیج فارس، از طریق هوا و زمین، شاید تجاوز علیه ایران صورت بگیره. و اون اخطار را که آقای ترامپ چند روز پیش دادن، گفتن که اگر در توافق نرسن روز چهارشنبه که ساعت شب 12 شب پوره میشه، ما دوباره ایران هم بخشای تجارتی هم صنعتی هم پلایش هم بمباردمان میکنیم. و البته این مسئله خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اگر نکنن هم ایران حق داره در شورای امنیت ملل متحد علیه آقای ترامپ با این گفتارش که به اصطلاح یک تخطی جدی از حقوق بشر است، به اصطلاح میتونه که اقامه دعوا کنه. آقای مفید، میخوایم بپرسم که منظور از هشدار قالیباف درباره تبدیل گفتگوی که با امریکا است، گفته که این گفتگو را میخواد به میز تسلیم تغییر بدهد ترامپ، منظور گفته های آقای قالیباف چی است؟ و همچنان شروط اشتراک ایران به مذاکره اسلام آباد هم گفته شده که وجود آقای جی دیوانس است. یک چیز فراموش نکنیم که نشرات و گویا سیاستمدارایی که در وضعیت جنگ در منطقه گفتگو کردن، از جمله صحبت جدید آقای پیتر ماگیار، صدر اعظم جدید کشور مجارستان است،
او آدم هم یک اشاره بسیار جالب در این مسئله داره. البته شما می‌فهمید که مجارستان صدر اعظم قبلیش که یک دست راستی بود شکست خورد و صدر اعظم جدید جالب مسائل مطرح کرد. از جمله گفت که اگر آقای قبلا اگه شما به طور فراموش نکرده باشیم آقای نتانیاهو در کشور مجارستان رفت و از طرف صدر اعظم قبلیش آقای اوربان پذیرایی شد، ولی آقای ماگیار گفت که پیتر ماگیار که اولین گپ زد که اگر آقای نتانیاهو در کشور مورد گرفتار میکنیم و به محکمه بین‌المللی هاگ میسپاریم. همین آدم یک صحبت بسیار جالب در مسئله بغرنجی بودن وضعیت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا کردن. بسیار مقبول گفته که ایالات متحده آمریکا اگر میخواست که مسئله به اصطلاح توقف فعالیت اتمی ایران رنگ بزنه یا رقم بزنه، این میتونه در مذاکرات و گفتگو مسئله حل شود. این لازم نبود که حمله میکرد. دومین مسئله را که یادآوری کرده گفته اگه قرار باشه که رژیم در ایران تغییر بده این مسئله به توافق و به موافقت نرسید، این کارم انجام نشد. مسئله سوم که گفتم مسئله نیابتی‌هاست و مسئله چهارم مسئله راکت‌ها شد. اینا میتونه در جریان گفتمان بسیار ساده حل شود، لازم نبوده می عملیات صورت بگیره. ما امیدوار هستیم که مسئله به مذاکرات حل شود. این از دید آقای ماگیار مسئله بسیار ساده است، میتونه که به توافق کنه، اما متاسفانه اختیار ایالات متحده آمریکا که به هیچ برنامه ایران به دفاع آزادی و استقلال ایران در ایران جریان داره، به جای از اینکه اینا نفرت مردم نسبت به حاکمیت موجود ایجاد کنند، محبت مردم ایجاد کردن. مردم ایران متحد ساختن علیه اسرائیل. دیروز اعلان کرد ایران که یک تعداد جاسوسای وابسته به موساد اسرائیل گرفتار کردن. واقعا همین حالت صورت داره. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا می‌خواستن که با فرستادن جاسوس‌ها، اسلحه و افزار جنگی و قیام علیه مردم گفتن که ما رهبرانشان می‌کشیم شما قیام کنین. رهبران رو کشتن ولی مردم قیام نکردن. اون نیروهای نیابتی که فرستاده بودن کلش گرفتار شدن یا خود از اونها شرمیدن. مسئله حاکمیت مردم و منافع مردم در ایران مطرح. از اون لحاظ تر آقای ماگیار گفتن تر هم به موافقت نرسید. برعکس ایران پیروزی جدیدی که به دست آورد حاکمیت تنگه هرمز به دست آورد، چیزی را که تا سالها رایگان بود از اون می‌گذشتن. حال ایران حق دخالت داره و ایالات متحده آمریکا حتی با تمام قوا و تواناییش نتونسته که همین تنگه رو باز کنه. محاصره کرده، محاصره خلاف قانون. معمول شما ببینید که نه تنها پیروزی به دست خدمت شما یک گزارش است که نمی‌فهم چقدر درست است یا نه، نویسنده نشر کرده در اونجا گفته که در جریان جنگ خساراتی که به اسرائیل رسیده غیر قابل باور است. 56 جنرالش کشته شده، 732 کارمند موساد کشته شده، 1198 افسر نیروی دریاچه کشته شده و 3462 سربازش. این تلفات برای اسرائیل اگه واقعیت داشته باشه بسیار وحشتناک. آقای مفید در این جنگ فرمایید ترامپ چگونه هم از توافق بهتر از برجام سخن میگوید و هم ایران را به سرنوشت بد تهدید میکند. هدف از گفته های ترامپ واقعا چی است؟ ببینید در برجام که در سال 2015 یک جانبه قرار بود که برجام 4 جمع 3 جمع 4 بود، جمع 1 که 4 میشد کشور فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا. اینا برنامه برجام برای انداختن و دو قرار بود که ایالات متحده ایران کنترل بسیار جدی NPT را یا به اصطلاح سازمان نظارت بر امور اتمی را یا شورای جهانی اتمی را ایالتش باشه و تحت نظر اونا فعالیت کنه. این با توافق رسیده بودن. یعنی در برجام ایالات متحده آمریکا در دوران آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، یک جانبه از برجام بیرون برآمد و اخطار به جای داد. اون از اون دوران آدم فکر میکرد که آقای ترامپ در پی ازی است که یک توطئه کنه و تحت تاثیر نظریات اسرائیل و نتانیاهو در امور داخلی ایران دخالت کنه و برجام برهم زد. بالا دوباره در مذاکراتی که در همان جریان داشت و قرار بود که توافق کامل صورت گرفت که مسئله کنترل و یا بازدهی 445 یا 4 کیلوگرم اورانیم غنی شده که 60 غنی سازی شده، اینا باید به امریکا بسپاره یا به کشور ثالث میخواستن به روسیه بدن و به تدریج از استفاده سلامیز به دفاع به مسائل مختلف صورت کنه. شما میفهمید که انرژی اتمی برای برق است، برای یک چیزی به نام کوبالت 60 میگن، کوبالت 60 کوبالت 60 این است که امراض سرطانی رو شفا میدن. این با انرژی اتمی میتونه شفا با استفاده از انرژی اورانیم غنی شده میشه و با استفاده سلامیز برای مسائل دیگه داره. یک مثلا ایران است. شما اگر به تاریخ ایجاد شرکت‌های به اصطلاح
اتمی ایران مراجعه کنید، در سال 1972 بنیاد وزیر اسرائیل در ایران گذاشت در دوران شاه. مناسبات شاه با اسرائیل بسیار صمیمانه بود و جالب است که ایالات متحده آمریکا این پروژه را گرفت در ایران و این پروژه را برای دانشمندان اسرائیل داد، بعد دوباره به امریکایی‌ها گرفتن، بعد آلمان‌ها رفتن. این پروژه خود از اینا بود، ولی وقتی که دولت اسلامی به میان آمد در ایران و در دورانی که آقای احمدی نژاد گفت که ما اسرائیل نابود میکنیم، و از اون وقت اسرائیل در پی ازی افتاد که بیا والا تمام پروژه اتمی ایران توقف بدیم برای اینکه ما را از بین نبره. این یک طرح است که اگه ایران در جای پاکستان بود میگه پا صورت نمیگیره. بفرمایید. آقای مفید، عراقچی و دیگر مقام های ایران گفته که هنوز تصمیم نهایی به اشتراک به مذاکره اسلام آباد را ندارند. با این مواضع متضاد واقعا کاخ سفید از چی نوع پیشرفت در مذاکرات خبر میدهد؟ البته فرموده شما کاملا به جا بود. تا دین شو و تا امروز تا نیم شو هم موضع ایران این بود که در مذاکرات به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا میخواد به زور خواستایش عملی کنه، میخواد به جبر عملی کنه، میخواد به محاصره کار کنه، اینا همش خلاف قانون است. ما هیچ نداریم. و این البته تعریف بود که از جانب آقای بخش مجید موسوی مسئول بخش نظامی سپاه پاسداران مطرح شده بود که ما با هیچ وجه به مذاکرات نمیریم. و حتی گویا برخی رسانه‌ها گفتند که در داخل ایران هم یک مقدار صلاحیت‌های رئیس جمهور و وزیر خارجه که آدمای دموکرات میان رو هستند گرفته شده و سپاه پاسداران تمام صلاحیت‌ها را از اینا گرفته حذفشان کرده. ولی با هم حال فرموده شما با اساس تلفن و تماس‌های متواتر که از جانب مصر، ترکیه با مقام پاکستان و با مقامات ایران گرفته شدن، ایران دوباره اعلام کرد که هیئت خود به خاطر مذاکرات میفرسته و چاره هم نیست، باید مذاکرات صورت بگیره. خب ایران حق به جانب است. ایالات متحده آمریکا با پلیس بین‌المللی نیست، سرمشی ملل متحد نیست. آقای ترامپ رئیس جمهور کشور خودش است. او با مسائل ایران چی؟ ایران راکت میرسه به دفاع خود مربوط به خودش است. نیابتیایی که در منطقه وجود داره ایران ساخته نشده. این عاملش ایجادش اسرائیل است. شما اگه فکر کنید بلای لبنان یا حماس یا سازمان آزادی بخش فلسطین یا احزاب دیگه که در منطقه فعالیت میکنن یا در عراق در سوریه، اینا مربوط ایران نیست. اینا مردم هستن که اسرائیل با تجاوزش، با کشتار بیرحمانیش، با بمباردمان بیرحمانیش در حماس، در فلسطین، در غزه، اینا مردم آباد ساختن که ساختارهای سیاسی علیه اسرائیل ایجاد شده. به ایران مربوط نیست. اما این مسائلی است که متأسفانه باعث اتهام کشیده میشه و شمشیر داموکلوس در مذاکرات است که بالای ایران فشار میاره که طرحهای ناخودآگاه قبول کنه، طرحی که مربوط به او هیچ نیست. نه ملل متحد صلاحیتی داره، امریکا صلاحیت داره که در یک کشور فشار بده که کارو بکنه تا این کارو نکنه. مسئله استویش تحت نظر این فعالیت میکنه. آقای مفید، برای ما کوتاه اشاره کنید که چرا تهران درباره حضور در مذاکرات اسلام آباد هنوز تصمیم نهایی نگرفته و آیا به نظر شما این مذاکرات دروازه دیپلماسی را باز خواهد کرد یا به سوی جنگ خطرناکتر ایران و امریکا را سوق؟ البته آنچه که اکسیوس امروز صبح ما در نشریش خواندم اعلان کرده، طرف ایران هم توافق کرده که هیئت خود به مذاکرات میفرستن و چنانه که آقای ترامپ امروز دیشب در تروت سوشال خود گفت که هیئت ما تحت ریاست آقای جی وانس معاون رئیس جمهور و 2 نفر دیگه که آقای ویتکاف کوشنر است، اینا در طرف پاکستان رایی میشن امروز سه شنبه وقت صبح امریکا. البته صبح امریکا روز نشده، یه هیئت اوجه اعزام خواهد شد و ایران هم آمادگی خود نشان داده که هیئت میفرسته. البته با 2 اعلامیه از جانبش. سپاه پاسداران این ضرورت نمیپنداره و گفته که ما با مذاکرات حاضر نیستیم، ولی وزارت خارجه امروز اعلام کرد که شاید به زودی هیئت هم از جانب ایران به مذاکرات به طرف پاکستان بره. از پاکستان ایران فاصله کم است، میتونه که در ظرف 4 ساعت هیئتش در اسلام آباد برسه، ولی نماینده امریکا باید حداقل در 12 تا 14 ساعت مسافرت کنند تا اونجا برسه. البته ما امیدواریم که مذاکرات صورت بگیره و این اختراع بیمورد ترامپ به اصطلاح گرفته شود. باز دوباره اون مثل سابق اخطار داده که پلایشان از بین میبرم، مردم پروژه اقتصادیش از بین میبرم، پروژه برقش از بین میبرم، پروژه تولید انرژی نفتیش از بین میبرم. اینا گپایی است که میگه آقای ترامپ، ولی فکر نمیکنم که ایران هم به تفاوت بونه. ایران هم توانایی اخطار داده شورای سپاه پاسداران که ما عمل بالمثل نمیکنیم. تمام شرکت ها و کمپانی های نفتی وابسته به امریکا را در شرق میانه، در کشورهای مثلا خلیج فارس همش نابود میکنیم. ما هم توانایی داریم، ایران هم توانایی داره. برای که آخرین رقمی که یک
پژوهشگر نظامی دادن که ایران توانایی در این مدت دوباره خود احیا کرده و تعداد راکت‌ها و دروناش به اندازه است که نمیشه او محدود شمرد و توانایی جنگی زیاد داره، میتونه که تا 1 سال با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و با منطقه بجنگه. از اون لحاظ ایران پشتوانه خود داره و امیدواری خود داره. چین یک اخطاری که داد که وزیر دفاعی گفت که مناسبات نفتی میان ایران و چین مناسبات دو کشور، هیچ کشور ثالث حق نداره در این دخالت کنه. و امروز هم چین هم یک گردواری بفرمایید. سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. سپاسگزار شما، لطف کردید. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.